الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 57 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه نیز به شما یک چند مسئله را در بیان موضوع توحید الربوبیه سخن خواهیم کرد. برادران و خواهران موحدم، ما باید بدانیم که افعال الله، افعال یعنی جمعی فعل، تمام فعل های الله، همه فعل های الله سبحانه و تعالی خیر است، نیک است، خوب است. همه فعل های الله تبارک و تعالی نیک است، خوب است، خیر است و طیب است. یگان فعل الله تعالی شر، بد نیست. در یگان کار الله سبحانه و تعالی بدی وجود ندارد. همه کار الله، همه فعل الله خیر است و نیک است. حتی در خلق کردن کفر و بگویم بدی ها و در خلق کردن ابلیس، شیطان هم خیر وجود دارد، نیکی وجود دارد. بدی ها را کی خلق کرده است؟ الله خلق کرده است. کفر را کی خلق کرده است؟ الله. شرک را کی خلق کرده است؟ الله. شیطان اللعین الرجیم را، ابلیس را کی خلق کرده است؟ الله. آیا این کار الله، این خلق الله، این فعل الله تبارک و تعالی بد است و شر است؟ نه والله، نیک است و خوب است. گرچنده که این چیزها به وجود آمده ها، مخلوق های الله، در نفس خودش، در ذات خودش بدی دارد و شر دارد، اما این بدی و شر به فعل الله سبحانه و تعالی، به کردار الله رب العزت و الجلال باز نمی گردد. چرا که بار دیگر تکرار میکنیم که فعل الله، کارهای الله کرده، خلقهای الله انجام داده، که بالعموم اینها فعل الرب، فعلهای الله گفته میشد، محض نیکی هست، کاملا نیکی هست، هیچ شر وجود ندارد. پس الله سبحانه و تعالی بدی را خلق کرد، شیطان را خلق کرد که این اساس بدی هست، کفر و شرک را خلق کرد. لیکن در این بدی ها، در این شرها خیر از چند جهت وجود دارد و مصالح بزرگ وجود دارد. یکی از سبب خلق شدن این چیزهای بد، بمانند کفر و شرک و مثلا بگویم زنا و شراب و خوک و شیطان و غیره، این سنجش، این به امتحان گرفتن بندگان است، چرا که این دنیا داری امتحان است. پس این یک مسئله بزرگ عقیدوی هست که باید بدانیم که تمامی فعلهای الله، یعنی تمامی کارهای الله که انجام داده است و انجام میدهد، همش نیک است، خوب است، طیب است، خیر است و یگان شر و بدی در کارهای الله، در فعلهای الله سبحانه و تعالی وجود ندارد. بارک الله فیکم. و این یک مسئله بود که باید به شما بیان میکردم و این عقیده اهل سنت و الجماعت است که به الله یگان بدی را نسبت نمیدهند. الله سبحانه و تعالی در فعلهایش
در صفتهای فعلیش و در کارهایش یگان بدی و شر ندارد. و اما بدانید که همین صفت ربوبیت الله، ما گفتیم ربوبیت این صفت الله است. صفت ربوبیت الله بزرگترین، از همه اعظم، بزرگترین و از همه خاصترین صفت الله است. از درون صفتهای الله سبحانه و تعالی از همه صفتی بزرگترینش و خاصترینش بارک الله فیکم که در درونش دیگر تمام فعلهای الله را در بر میگیرد، این الربوبیت است. بارک الله فیکم. اما همین ربوبیت، صفت الربوبیه، ما وقتی که میگیم توحید الربوبیه، یگانه شماریدن الله سبحانه و تعالی در ربوبیتش. ربوبیت صفت الله است. همین ربوبیت در زیرش چی چیزها را در بر میگیرد، چی معنی ها را دارد، چی چیزها را در بر میگیرد. یک چند چیزهای مهمترین را در بر میگیرد که علما اونها را 7 ذکر کرده اند، بعضی ها کمتر و زیادتر. اولین چیزی که در زیر ربوبیت است، اولین چیزی که ربوبیت به من و شما میفهماند، این وجود الله عز و جل است و کمال حیات الله و کمال قیومیت الله است. اولین چیزی که ما از ربوبیت میفهمیم و باید بفهمیم این وجود الله است. الله وجود دارد، الله در بالای عرش است به ذاتش و وجود دارد و همین ربوبیت به ما میفهماند و خبر میدهد که و در درون همین ربوبیت است که حیات الله حیاتی کمال است و قیومیت الله کمال است. حیات الله از همه جانب حیاتی کمال است. و دومین چیزی که این ربوبیت در بر میگیرد، در زیرش دارد، این فعلهای الله سبحانه و تعالی هست، بمانند الخلق و التدبیر، یا که الاعداد والامداد والاعدام و الملک و الرزق و غیره. دیگر صفت هایی که هست، همه صفت هایی که ما در حلقه های گذشته یک چند حلقه به شما بیان کردیم که از فعل های بارک الله فیکم ربوبیت الله هست. وقتی که ربوبیت میگیم همون در درون ربوبیت است. ما وقتی که در درس ها یا که در صحبت ها میگیم که توحید الربوبیه، یعنی در درون همین توحید الربوبیه چیست؟ تمام فعل های الله سبحانه و تعالی ذکر شده است و باید انسان ایمان بیارد. وقتی که توحید الربوبیه گفته می شود، اولین چیزی که به ذهن آدم می آید این باید چی باشد؟ وجود الله و الله حیاتش از همه جهت کامل است، قیوم بودن الله از همه جهت قایم است و ربوبیت الله در درونش تمام فعلهای الله را در بر میگیرد و ما باید به همین ایمان بیاوریم و الله را از همه این فعلهای الله و صفتهایش چی بدانیم؟ یکتا و تنها بدانیم و همه این فعلها و صفتها را خاص الله بدانیم. و سومین چیزی که الربوبیه در بر میگیرد اسماء الله است، نامهای الله و صفتهای الله، کمال الله، جلال الله، جمال الله. بارک الله فیکم. و چهارمین چیزی که ربوبیت در زیرش دارد، در بر میگیرد، این قضاء الله و قدرش است. مسئله قضا و قدر، تقدیر هم به ربوبیت داخل می شود. قضاء و قدر 4 مرتبه دارد: العلم والکتابة والإرادة والمشیئه. همین مرتبه 4گانه در مسئله تقدیر همه اش به ربوبیت داخل می شود. مسئله قضا و قدر به ربوبیت داخل می شود. مسئله اسما و صفات به ربوبیت داخل می شود. مسئله افعال الله به ربوبیت داخل می شود. مسئله وجود داشتن الله و کامل بودن حیاتش و قیومیتش به ربوبیت داخل می شود. مسئله پنجم، آنچه که ربوبیت در درونش دارد و از زیر ربوبیت است، این شریعت الله، امر الله، نهی الله، حکم الله.
این همه در درون ربوبیت است. وقتی که یک انسان میگه که من ایمان آوردم به توحید ربوبیت، او باید به وجود الله ایمان آورده باشد، به کمال بودن حیات الله ایمان آورده باشد، به فعلهای الله ایمان آورده باشد، به اسما و صفات الله ایمان آورده باشد، به قضاء و قدر الله ایمان آورده باشد، به شریعت الله، به امر الله، به نهی الله، به اینکه تمام حکم از جانب الله است باید ایمان آورده باشد. و در همه این مسائل باید موحد باشد. این مسائل را به غیر الله نسبت ندهد، حکم را به غیر الله نسبت ندهد، به غیر حکم الله به دیگر جای مراجعت تحاکم نکند. و ششمین چیزی که ربوبیه در ضمنش دارد، این ارسال شدن رسولان از ملائکه ها و انبیا و نازل شدن کتاب هست. کی رسولان را نازل کرد، بگویم ارسال کرد؟ این الله هست. کی ملائکه ها را فرستاد به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و به نزد دیگر رسولان؟ الله هست. و کی کتاب را نازل کرد؟ این الله هست. مسئله نازل شوی ملائکه ها و کتاب و مسئله ارسال شدن رسولان، این همه به توحید ربوبیت باز میگردد و در ضمنی در زیر توحید ربوبیت است و توحید ربوبیت این مسائل را در بر میگیرد. بارک الله فیکم. یعنی هر کسی که ملائکه را انکار بکند، کتاب الله را انکار بکند، رسول الله صلی الله علیه و سلم یا یکی از رسولان را انکار بکند، او در توحید ربوبیت به شرک واقع شده است. یعنی در ربوبیت به شرک واقع شده است. هفتمین چیزی که ربوبیت در ضمنش دارد، این زنده کردن دوباره در روز قیامت، زنده کردن مخلوقین بعد از مرگشان در روز قیامت، حساب کتاب در روز قیامت، داخل کردن به جنت و داخل کردن به دوزخ، به نار، مکافات دادن و جزا دادن، همه اینها از ربوبیت است. پس این 7 چیز است. مختصرا میگم: یکم وجود الله و کمال حیاتش، دوم فعلهای الله، سوم نامهای الله و صفتهای الله، چهارم قضا و قدر، پنجم شریعت الله، امر و نهی و حکم الله، ششم ارسال کردن رسولان و ملائکه و انبیا و کتابها، و هفتم زنده کردن و یعنی زنده کردن در روز قیامت، حساب و داخل کردن اونها به جنت و دوزخ. این 7 چیز از رکنهای ربوبیت است. هر کسی که به ربوبیت ایمان آورده میگوید باید به همین 7 چیز کاملا ایمان آورده باشد: دیده، دانسته، آموخته، فهمیده ایمان آورده باشد. هر کسی در این 7 چیز یکی از این چیزها ایمان ندارد، تصدیق ندارد، یا شک دارد، یا انکار میکند، یا جحد میکند، بداند که والعیاذ بالله او مسلمان نیست، او مشرک در ربوبیت است، او واقع شده است به شرک در ربوبیت. برای من علما میگن این 7 چیزی که به شما بیان شد این رکن ربوبیت است، رکن 7گانه ربوبیت است که ایمان بنده صحیح نمی شود مگرم بعد از ایمان آوردن به همه این چیزها. ایمان آوردن یعنی تصدیق کردن، اقرار کردن، هم با زبان، هم با دل، هم با جسم. با زبانتون اقرار میکنید و تصدیق میکنید، با دلتون هم اقرار و تصدیق میکنید و با جسمتون هم اقرار و تصدیق میکنید، یعنی عمل میکنید. بارک الله فیکم. رکن چیست؟ رکن این خود ربوبیت است. یعنی این 7 چیز از ربوبیت است که یگان توی این چیز رو از ربوبیت جدا کرده نمی شود و ربوبیت و توحید ربوبیت به همین 7 چیز به وجود نمی آید. اگر یکی از این چیزها نابود شود، ساقط شود، توحید ربوبیت هم نابود می شود. همان وقت توحید ربوبیت انسان صحیح می شود و ایمانش صحیح درست می شود که در توحید ربوبیت همین 7 چیز به وجود آید و به همین 7 چیز بنده ایمان بیاورد. رکن ایمان توحید، بگویم رکن توحید ربوبیت 7 است. بارک الله فیکم. پس باید بیاموزید. پس وقتی که کسی این 7 چیز را آموخت و فهمید و قبول کرد و اقرار کرد و تصدیق کرد و عمل کرد،
هم قولا، هم اعتقادا، قلبا و هم عملا و جسما، بارک الله فیکم، همون انسان در توحید ربوبیت مسلمان شد. بعد مسلمان می شد. و حالا بسیاری از مسلمان ها به نام مسلمان خودشون رو مسلمان میگن، مشکلی در کجا دارند؟ در همین 7 نمود، در این 7 رکن توحید در کجاش مشکلی دارند؟ مشکلی در پنجمین رکن پنجم در شریعت الله، امر و نهی الله و حکم الله. میگن که بغیر حکم الله حکم کردن این کفر و شرک نیست و جایز است. اراده حکم غیر الله دارند، برای تطبیق حکم غیر الله حرکت میکنند. مثلا دموکراسی، علمانی، لیبرالی را جایز میدانند. اطاعتی یا که بگیم خودشون امر میکنند مخالف امر الله، نهی میکنند مخالف نهی الله، حلال و حرام میکنند، والعیاذ بالله. این شرک است. از این میبارد که توحید اونها، توحید ربوبیتشون صحیح نیست. در ربوبیت به شرک واقع شدند. یکی از رکنهای 7گانه ربوبیت که رکن پنجمش هست، در اونها شکسته است. به نواقض التوحید، به نواقض الاسلام در توحید ربوبیت واقع شدند. سبحان الله. پس بعضی ها هستند که در مسئله قدر و همچنین در بعضی دیگر مسائل واقع میشن، لیکن مشهورترین شکننده توحید ربوبیت و مشهورترین شرک در عصر حاضر، در همین زمان ما، بزرگترین شرک اکبری که در توحید ربوبیت دیده می شود، شرک اکبری که در ربوبیت دیده می شود، این در پنجمین رکن ربوبیت است. در پنجمین رکن ربوبیت است که این امر و نهی الله و حکم الله و حلال و حرام کردنی الله است سبحانه و تعالی. پس ما باید آگاه باشیم. این بود رکنهای ربوبیت. رکن بار دیگر تکرار میکنیم، خودی چیز همون رکن است. انسان رکن دارد، قلب انسان از رکنش است. وقتی که قلب را میگیریم انسان میمرد. چیزهایی که به همون چیز ربوبیت به جا نمی آید. 7 چیزی که همه اش جمع شود ربوبیت، توحید ربوبیت به جا می آید. اگر یکی اش نابود شود توحید ربوبیت نابود می شود. چقدر زیادتر نابود شدن گیرد همون قدر انسان بدتر شدن می گیرد. البته مشرک. بارک الله فیکم. باید بدانیم که ربوبیت الله، صفت ربوبیت الله و فعلهای رب عز و جل بر بالای 4 فعل بنا می شود. ببینید، ما گفتیم بزرگترین صفت فعلی الله این توحید، بگیم این صفت ربوبیت است. بزرگترین و خاصترین صفت الله این ربوبیت است و همین ربوبیت در زیرش دیگر فعلها را در بر میگیرد. اما همین ربوبیت و دیگر باقی مانده از فعلهای الله بر بالای 4 فعل الله بنا می شود. یعنی اساس باز می گردد به 4 چیز که یعنی معنای ربوبیت همین است. یکمش ملک، این صفت فعلی الله، این فعل الله ملک. دومش خلق، فعل الله. سومش التدبیر، به درون تدبیر داخل می شود بسیاری از فعلهای الله. و چهارمش امر، به درون امر الله، این فعل الله است، داخل می شود قانون برآوردن، حلال کردن و حرام کردن و دین ساختن و حکم و غیره. پس بدانید که ربوبیت و دیگر فعلهای الله در بالای همین 4 فعل الله بنا می شود. یعنی معنای ربوبیت هم اگر خوب دقت بدهید به همین 4 فعل الله باز می گردد. الملک والخلق والتدبیر والامر. الملک والخلق والتدبیر والامر. ما بیان کردیم که معنای الرب هم این همین الملک هست، یا که
سید المطاع، یا که بارک الله فیکم مصلح. و همین معنای ملک، خلق، تدبیر، امر به همون معنای ربوبیت باز میگردد و معنای ربوبیت هم همین است. و این چنین فعلهای الله که داخل به تدبیر می شود، مثلا امر، نهی، حکم، تشریع، این چنین داخل به تدبیر می شود. وقتی که ما تدبیر الله میگیم یعنی امر الله، نهی الله، حکم الله، قانون برآوری الله را تشریع الله میگن. یا دیگر چیزها به مانند خلق، احیا، اماته، قیومیه، حفظ کردن، تربیت، هدایت، این همه به تدبیر الله باز میگردد، در درونی فعل تدبیر الله است. این همه فعلهای الله در درون تدبیر است. یا که القضاء والقدر، این هم فعل الله است لیکن در درون فعل تدبیر الله است. یا که ارسال کردن رسولان، نازل کردن کتاب ها، این همه در زیر درون و در ضمن فعل تدبیر الله سبحانه و تعالی است. یا که زنده کردن و حساب کردن، همه این در زیر بارک الله فیکم تدبیری الله و در زیر خلق الله، در ضمن خلق الله سبحانه و تعالی است. پس بدانید که این معلومات ها برای خوبتر و افضلتر شناختن ربوبیت به من و شما مساعدت میکند. و البته معنای اون سخنی که ما گفتیم رکنهای توحید، این از همه مهمترین مسئله هست که باید این 7 چیز را انسان بداند و به همین ایمان بیاورد که بعد از این توحید ربوبیتش صحیح بشود. بارک الله فیکم. مسئله دیگر اینجاست که الوهیت یکی از صفتهای الله، ما میگیم توحید الالوهیه. الالوهیه این صفت الله است، صفت از صفتهای ربوبیت است. الوهیت صفت از صفتهای ربوبیت است. علما میگن الوهیه معنایش استحقاق عبادت است، یعنی یک معبودی که مستحق عبادت شدن دارد، یک معبود تنها و یکتا و احد الصمد الفرد الوتر هست که مستحق عبادت شدن دارد و دیگر مخلوقین باید همین معبود را عبادت بکنند. این معنای الوهیت است. و معلوم است که میگن هیچ کسی مستحق عبادت شدن ندارد بجز الرب الخالق. پس میگن مستحق بودن بر عبادت شدن این یکی از لوازمات و چیزهای ضروری ربوبیت است و یکی از صفاتهای ربوبیت و یکی از معناهای ربوبیت همین است که باید همین ذاتی که صفت ربوبیت دارد باید عبادت کرده شود و باید پرستیده شود و همین ذاتی که صفت ربوبیت دارد همین ذات حتما تنها خودش مستحق عبادت است که این الوهیت گفته میشد. بارک الله فیکم. برای من علما میگن الرب لابد ان یعبد و یطلب و یرجى و یهاب لکونه القادر على كل شيء. الرب حتما باید عبادت کرده شود، طلب کرده شود، به سوی او امید کرده شود و از او ترسیده شود، زیرا که همین الرب، آن ربی که صفت ربوبیت دارد، قادر به همه چیز است. سبحان الله. یعنی عبادت همان وقت به یک ذات انجام داده می شود که همون ذات به همه چیز قادر باشد، ضرر رسانیده تواند، منفعت داده تواند، خلق کرده تواند، رزق کرده تواند، رزق داده تواند. و این صفت ها بجز الله در کسی وجود ندارد و این صفت ها بجز خالق یکتا، خالق حی القیوم، خالقی که احد است و صمد است، الله رب العالمین است، بجز همین خالق در دیگر هیچ کسی این صفت ها وجود ندارد. هیچ کسی ضرر رسانیده، فایده رسانیده، خلق کرده، رزق داده نمیتواند و این تنها الله است. پس همین الله باید عبادت کرده شد. پس همین اله حق است. هر ذاتی که صفت نفع دارد، صفت ضر دارد، ضرر میرساند، صفت خلق دارد، خلق میکند، رزق دارد، رزق میدهد
و این صفاتهایی که در هیچ کسی بجز همین الله و رب وجود ندارد. پس همین اله، همین معبود حق است. پس همین باید عبادت کرده شد. از همین جهت علما میگن الوهیت صفت از صفات ربوبیت است. بارک الله فیکم. پس معنای سخن همین است که وقتی که کسی در حقیقت به توحید ربوبیت ایمان می آورد و 7 رکن توحید ربوبیت را که به این رکنها توحید صحیح و درست نمی شود ایمان و معرفت صحیح را پیدا می کند و ایمان صحیح می آورد، حتما الله سبحانه و تعالی را عبادت می کند. ما گفتیم اولین رکن ربوبیت این ایمان آوردن به وجود الله، به کمال حیات الله و قیومیتش است. بعد از این ایمان آوردن به فعلهای الله از خلق و از تدبیر و از امداد و اعداد و غیره. و سومین رکنش ایمان آوردن به اسماء الله و صفتهای الله. چهارمینش ایمان آوردن به قضای و قدر الله. پنجمینش ایمان آوردن به شریعت الله، به امر و نهی الله، به حلال و حرام الله، به حکم الله. ششمینش ایمان آوردن به اینکه الله رسولان را ارسال کرده است، ملائکه ها را فرستاده است، انبیا را فرستاده است، کتاب ها را نازل کرده است. هفتم ایمان آوردن به اینکه الله تنها خودش ما را خلق کرده است و باز ما را خودش میمیراند و باز ما را خودش در روز قیامت زنده میکند دوباره و تنها الله ما را به جنت یا به جهنم والعیاذ بالله تقسیم میکند. انسان ها را یگانه الله به جنت و به جهنم تقسیم میکند. وقتی که ایمان صحیح همچنین به وجود آمد، الوهیت هم ان شاء الله به وجود می آید. و همچنین ایمان صحیح به وجود آمد باید انسان بداند که همین ذات باید پرستیده شود. کسی که صفت ربوبیت دارد باید عبادت کرده شود. بارک الله فیکم. الاسماء و صفات گفتیم چی علاقه به ربوبیت دارد و با کدام وجه اسما و صفات به ربوبیت داخل می شود. یعنی اسما و صفات چگونه به ربوبیت داخل می شود. اسماء و صفات، نام های الله و صفات های الله به توحید ربوبیت چگونه داخل می شود به ربوبیت الله. اسماء و صفات، اسماء الله و صفاتی، نام های الله و صفات های الله. اسما و صفات وقتی که میگیم اسما جمع اسم است. اسماء جمع اسم، اسم این نام یعنی نام های الله و صفات جمع صفت یعنی صفات های الله. نام های الله و صفات های الله اگر در حقیقت نظر کنیم، نام های الله و صفات الله در حقیقتش این یکی از خصوصیت ربوبیت الله است. و باید بدانیم که اضافه بر این بعضی از اسماء الله و صفاتهای الله در برگیرنده فعلهای الله هست. به مانند خالق، الخالق در برگیرنده فعل الله خلق است. خلق کردن یعنی الخالق این نام الله هست. از همین الخالق فعل الله خلق به وجود میاد. الرازق نام الله هست و از همین الرازق بارک الله فیکم فعل الله الرزق، رزق دادن به وجود میاد. رزق دادن، خلق کردن این صفت الله هست. پس از همین جهت اسما و صفات داخل به ربوبیت میشد. یعنی اسما و صفات یکی از خصوصیت های توحید ربوبیت است. و از نظر دوم اگر یک جواب دوم بدهیم، به دیگر جانبش نظر بکنیم، ربوبیت الله هم این در نهایتش یکی از صفات های الله است. صفتی از صفات های الله است. خودش وقتی که ما میگیم توحید الربوبیه، ربوبیت این صفت از صفات های الله است.
پس ربوبیت الله که در درون ربوبیت فعلهای زیاد الله هست و تمام فعلهای الله را در بر میگیرد و در ضمنش دارد، این از اسماء الله و از صفات الله است. و این چنین برعکس صحیح است که بگوییم اسماء الله و صفات الله هم این چنین از ربوبیت است. ربوبیت و افعال الله از اسماء و صفاتش و اسماء و صفات از ربوبیت است. سبحان الله. یعنی اسماء و صفات از توحید ربوبیت است. اسماء و صفات یکی از خاصیت ربوبیت است. از همین جهت علما میگن که ربوبیت الله یعنی فعلهای الله و اسماء الله و صفاتهای الله است. بارک الله فیکم. پس ربوبیت الله و فعلهای الله همین خودش نامها اسماء الله هست، نامهای الله هست و صفاتهای الله است. یعنی ربوبیت الله و فعلهای الله از نامهای الله و صفاتهای الله عبارت پیدا کرده است، به وجود آمده است. و این چنین برعکس خیلی که گفتیم نظر کنیم، نامهای الله و صفاتهای الله باشد از ربوبیت است. البته به شما در حلقه های گذشته فرق بین صفت و فعل بیان گشت. ما در این درس های گذشته و در این درس هم بسیار گفته شدیم که صفت های الله، فعل های الله، صفت الله و فعل الله از هم دیگر چه فرق دارد؟ ما در حلقه یک دو سه پیش گذشته گفتیم که صفاتهای الله به دو قسم تقسیم میشد. صفاتهای هست که صفاتهای فعلی هست، صفاتهای هست که صفاتهای غیر فعلی است. صفاتهای فعلی الله بمانند خلق کردن، رزق دادن، یعنی فعلا الله به وجود می آورد. حکم کردن، قانون ساختن. اما صفاتهای هست که غیر فعلی هست. از صفاتهای الله بمانند دو چشم الله، دو دستی الله، دو پای الله سبحانه و تعالی، این صفت های است که غیر فعلی. این یک صفت ذاتی الله است، غیر فعلی است. و صفت های فعلی با صفت های است که متعدی هست و لازم است. یعنی متعدی همی که به دیگر انسان مثلا این صفت مثلا خلق، الله خلق میکنه چی را؟ یک چیزی دیگری را. و صفت های فعلی صفت های است که متعلق به مشیت است، به مانند فعل های اختیاری. و صفت های فعلی الله هست که هیچگاه از الله جدا نمی شود، به مانند قدرت، به مانند نظر، به مانند سمع این صفت الله هست و فعل الله هست. نظر کردن این صفت الله هست و این فعل الله هست. قدرت این صفت الله هست و فعل الله هست. لیکن اینها هیچگاه از الله جدا نمیشن. اینها اختیاری نیستند، اینها همیشگی هستند. همیشه الله قادر است، همیشه الله نظر میکند، همیشه الله میشنود. پس همچنین ما در مسئله اسما و صفات باید بدونیم که اسما و صفات از توحید ربوبیت است و توحید ربوبیت خودش یکی از صفاتهای الله است. پس در اینجا اساس اسما و صفات است. صفاتهای الله فعلی و غیر فعلی هست، صفاتهای ذاتی و صفاتهای فعلی. و ربوبیت یکی از صفاتهای فعلی الله است، یکی از صفاتهای الله است که در درون همین صفت ربوبیت دیگر صفاتهای بزرگ الله سبحانه و تعالی جمع می شود. ربوبیت گفتیم یکی از بزرگترین و خاصترین صفت فعلی الله سبحانه و تعالی است که در برونش دیگر صفاتهای فعلی را در بر میگیرد. از همین جهت علاقه بین اسماء و صفات و ربوبیت را میفهمیم. از همین جهت به شما بیان گشت که توحید الربوبیه این خودش توحید اسماء و صفات است و توحید اسماء و صفات از درون توحید ربوبیت است. توحید ربوبیت را در بر میگیرد. بارک الله فیکم. اما چرا
علما توحید اسما و صفات را جدا کردند و سومین توحید گفتند. توحید اول ربوبیت، توحید دوم توحید الوهیت، توحید سوم اسما و صفات گفتند. برای آنکه دیدند که از این رکنهای هفتگانه توحید ربوبیت اهل بدعت در رکن سوم در اسماء الله و صفات الله و کمال و جلال الله سبحانه و تعالی و جمالش به شرک واقع شدند، یا به شرک تعطیل، یا به شرک تشبیه، یا به شرک تمثیل و نظیر و غیره. یعنی بعضی فرقه برآمدند نامهای الله را انکار کردند، بعضیش برآمدند صفاتهای الله را، بعضیش برآمدند والعیاذ بالله نامهای الله و صفاتهای الله را به غیر الله مانند کردند و تشبیه کردند و تکییف کردند. یعنی یکی از رکنهای توحید ربوبیت به مشکلی دچار شد و از همه سختترین نازکترین مسئله در درون رکنهای ربوبیت، از این رکنهای هفتگانه ربوبیت، همین اسما و صفات بود. از همین جهت این یک رکن توحید ربوبیت که از درون هفت رکن یک رکنش را جدا کردند و بردند و علاهیده با توحید الاسما و صفات گفتند تا که همین گمراهان با خبر شوند، تا که اهل ایمان و اسلام اهل توحید با خبر شوند که اسما و صفات از توحید است. اسما و صفات یک مسئله شوخی نیست که هر کسی خواهد انکار کند، اثبات کند و غیره. اسما و صفات این از توحید است، این توقیفی است، این تنها با قرآن و سنت حل می شود. اجتهاد و قیاس و فکر و اندیشه اینجا رول یا یگان حرکتی ندارد و حقی ندارد، چرا که این اسما و صفات یکی از رکنهای ربوبیت است. در اسما و صفات کسی مشرک شد پس در ربوبیت مشرک شد، کسی اسما و صفات را انکار کرد پس ربوبیت را انکار کرد. بارک الله فیکم. و حالا میبینیم که در همین زمان ما پنجمین رکن توحید ربوبیت به مشکلی سخت دچار شده است. پنجمین رکنش شریعت الله، امر الله، نهی الله، حلال الله، حرام کردن الله، حکم الله، مراجعت کردن به محکمه های الله سبحانه و تعالی. امروز بسیار مسلمان ها به اهمیتی میکنند و یک عقیده باطلی ارجائی جهمی به نهایت منتشر شده است که حکم کردن به حکم غیر الله این کفر نیست، این گویا جایز است. عقیده جهمی ها، مرجئه ها، خبثا، حاکمانی که به غیر حکم الله مطلقا حکم میکنند، از لیبرالی و علمانی دموکراتی، اینها رو تکفیر نمیکنند، اینها کفر نه، اینها مسلمان است میگن، این کفر نیست میگن. یا کفر را در این مسائل حکم و امر و نهی، حلال و حرام فقط به عقیده اعتقادی میگن، تکذیب و استحلال و جهد میگن که اینا مدخلی ها، همین مدخلی ها حاضر که خودشون رو سلفی میگن، صدقه سلفشن، اینها سلفی نیستند. همیشه میگیم اینها مرجئه های جهمی هستند. از همین جهت علمای آمدند و گفتند که یکی از رکنهای توحید ربوبیت در خطر است و مردم فراموش کردند که امر الله، نهی الله، حلال الله، حلال کرده الله، حرام کرده الله، این حکمهاش این در از رکن توحید ربوبیت است. از همین جهت آوردند و الهیده ذکر کردند و گفتند توحید الحکم، توحید الحاکمیه. توحید الحکم، توحید الحاکمیه از درون توحید ربوبیت است و توحید اسما و صفات هم از درون توحید ربوبیت است. بارک الله فیکم. پس ما باید همچنین مسائل نازک را بفهمیم و درک بکنیم، مشکلی ها را بفهمیم که در کجا مشکلی وجود دارد. بارک الله فیکم. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی به شما در حلقه آینده بیان میکنیم که از کدام جهت القضاء و القدر، تقدیر به ربوبیت داخل میشود، از کدام جهت تقدیر به ربوبیت داخل میشود. یعنی رکنهای هفتگانه ربوبیت را به شما بیان میکنیم که این رکن چخیل به کدام واسطه رکن توحید ربوبیت است، از کدام جهت به ربوبیت داخل می شود که اگر ترک کند انسان از دین می براید. هر یکی این هفتگانه را ذکر میکنیم. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. اللهم علمنا مما ينفعنا و ينفعنا مما علمتنا انك انت العلیم الحکیم.